بعضیا اونقدر دیوونن که فکر میکنن میتونن دنیا رو تغییر بدن و جالبه بدونی که همون آدما واقعا دنیا رو عوض کردن. سلام و درود خدمت همگی، خوش اومدین به قسمت جدید پادکست پنپینگز. امیدوارم هر جا که هستین صحیح و سالم و سلامت باشین و بی‌نظیر. با یه قسمت جدید اومدیم خدمتتون و امیدوارم که از این قسمت نهایت استفاده رو ببرین و لذت ببرین ازش. خیلی ممنون میشم ازتون که کانال ما رو سابسکرایب بکنین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما دکمه لایک رو بزنین. داخل پیج ما هم برین سر بزنین، ویدیوهای قدیم رو ببینین. در رابطه با میما صحبت کردیم، در رابطه با اپل صحبت کردیم، موضوعات جالبی هم در راهه و اگه نقد و نظری هست حتما داخل کامنت رو بنویسین، با کمال میل میخونمشون و نقدی هم باشه حتما به روی دید چشم حتما گوش میدم تا بتونم یک محتوای بسیار درست و زیبا خدمت شما دوستان عزیز ارائه بدم. بدون معطلی بریم سراغ پادکستمون. داشتیم در رابطه با این صحبت میکردیم که بعضیا در حدی دیوونه‌ان که فکر میکنن میتونن دنیا رو تغییر بدن. یکی از اون دیوونه ها یک مرد لاغر، وسواسی، الهام بخش و بعضاً بیرحم بود. کسی که وقتی حرف میزد کل دنیا گوش میداد. اون شخص کسی نبود جز استیو جابز. پادکست ما در رابطه با استیو جابز از زمان بچگیش تا زمانی که اپل رو تأسیس کرد، به اوج رسید، سقوط کرد و دوباره اوج گرفت. این قصه مردیه که باور داشت یک محصول باید همونقدر که از ظاهر و از بیرونش زیباست، داخل و باطنش هم باید زیبا باشه. بیاین با هم قدم به قدم زندگی مردی رو ورق بزنیم که دنیا رو با یک کلیک تغییر داد. استارت بزنیم فصل اول پادکستمون رو، کودکی و ریشه های استیو جابز، نقطه شروع همه چیز. فکر کنیم وسط یک خیابون قدیمی تو سان فرانسیسکو سال 1955 یه نوزاد تازه به دنیا اومده که هیچ کس هنوز نمیدونه قراره یکی از تاثیرگذارترین آدمای قرن بشه. مادرش دانشجوی جوونه، پدرش یک مرد سوری تبار. اما سرنوشت این نوزاد رو به زوجی معمولی اما عاشق فرزند میده به اسم پول و کلارا جابز. پول یک مکانیک ساده است، ولی همین مرد با دستای زمخت و ذهن دقیقش جرقه عشق به ساختن رو تو دل استیو روشن میکنه. استیو از بچگی عاشق باز کردن وسایل بوده. حتی اگه نتونه دوباره سر همشون بکنه، یه پسر باهوش اما کله شق که از همون ابتدا اهل چارچوب نبوده. یکی از همکلاسیاش تو مدرسه گفته بود که استیو اگه چیزی رو قبول نداشت با تمام وجودش باهاش می‌جنگید، حتی اگه همه مخالفش بودن. و حالا از داستان کودکی استیو جابز که بگذریم، میرسیم به اینطوری بخوایم بگیم که شورش علیه یک مسیر مشخص، کالج، کالیگرافی و کشف زیبایی. استیو که وقتی میگیم منظورمون استیو جابزه. استیو جابز وارد یک کالجی میشه که فقط 6 ماه توش میمونه، اما همون 6 ماه بیشتر از 4 سال بهش یاد میده. کلاس کالیگرافی، آره همون خط خوش یا خوش نویسی. جایی بود که استیو فهمید زیبایی میتونه توی فونت باشه، توی فضا، توی سکوت بین دو خط. میگفت اگه اون کلاس کالیگرافی لعنتی رو نمیرفتم، امروز مکینتاش انقدر زیبا نمیشد. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. با یک کوله پشتی، پا برهنه، گاهی وقتا با شکم گرسنه، ولی با ذهنی پر از رویا. استیو جابز راهشو می ساخت. اونم نه با کمک بقیه. استیو راهش رو خودش می ساخت. این بخشی از زندگیش که پر از اون لحظه های نابی که شاید بیرونی ها مسخرش کنن، ولی همونا شدن پایه سبک کاری اپل. ما تو ویدیوی که تازگی ها اومدیم که پادکستمون رو شروع کردیم، تو قسمت های اول اومدیم راجب استارت اپل یه صحبتایی کردیم که اپل از کجا شروع شد و توسط چه کسایی شروع شد. حتما توصیه میکنم که اون پادکست رو هم بریم ببینین، خیلی
قشنگ و با دیتیل در رابطه با اینکه اصلا اپل چی بود، چی شده و چی هست تا به الان و چه قراره بشه. حتما برین اون ویدیو رو ببینید. اگه خوشتون اومد دکمه لایکش هم بزنین. نقد و نظری هم بود بگین حتما. سال 1976 همونطورم که تو پادکست قبلی گفتیم، استیو جابز و استیو وازنیاک به همراه رون وین تو یک گاراژ نیمه تاریک سیم و لحیم و مانیتورهای سبز رنگ قدیمی که حالت اصطلاحاً داس داشتن. این گاراژ نه تنها فقط زادگاه اپل، نه فقط اینطوری هم نیست، بلکه مهد انقلابی که از سیلیکون ولی شروع شد و به همه جهان رسید. اپل 1 اولین قدم بود، اپل 2 همه چیز رو عوض کرد، ولی استیو جابز همیشه دنبال اون چیز بزرگ بعدی بود. اون مکینتاش رو ساخت، دستگاهی که موز داشت، رابط کاربری گرافیکی داشت و بالاخره کامپیوتر رو از پیچیدگی در آورد. تو تبلیغ معروفشون واسه مک گفتن که تو سال 1984 اپل نشون داد که چرا 1984 مثل 1984 نمیشه. برگرفته از رمانی از جورج اورول. اما اینجا قصه قهرمان ما یه پیچ عجیب خورد. اخراجش از جایی که خودش ساخته بود، اخراج از بهشت، سقوط و بازآفرینی. سال 1985 رو بیاییم در نظر بگیریم که خود استیو جابز بنیانگذار اپل توی یک جلسه با هیئت مدیره با خشم و عصبانیت کنار گذاشته میشه که خودش میاد اذعان میکنه، میگه از شرکتم اخراج شدم اما بهترین اتفاق زندگیم بود. بعد از اینکه استیو جابز اومد از شرکت اپل بیرون، اومد شرکت نکست رو تأسیس کرد. سخت افزارش شکست خورد اما نرم افزارش بعدها شد قلب سیستم عامل مک او اس. و در همین حین پیکسار رو خرید، یک استودیوی در آستانه ورشکستگی. ولی چی شد؟ توی استوری توسط پیکسار روانه بازار شد، اولین انیمیشن تماما کامپیوتری جهان، یک تحول تصویری که اصلا نمیشه تصورش کرد. وضعیت اپل تو اون دوران چطوری بود؟ اپل به معنای واقعی داشت میمرد و با صحبت‌هایی که بالاخره هیئت مدیره داشت، استیو جابز برگشت. همونطور که گفته بودیم بالاخره بعد از مدت‌ها استیو جابز تونست از شرکت نکس بیاد بیرون و دوباره وارد اپل بشه. با آیمک همه چیز عوض شد. آیپاد اومد و با یک شعار بسیار انقلابی گفت 1000 آهنگ داخل جیبت. 1000 phone in your pocket. و بعدها آیتونز، آیفون، اپ استور و بعد آیپد. هر محصول نه فقط یک دستگاه بلکه یک تجربه بود. طراحی زیبا، عملکرد بی‌نقص و حس لمس آینده. استیو جابز یه نقل قول معروفی داره که میگه مردم نمیدونن چی میخوان تا وقتی که شما اونو بهشون نشون بدی. این همه صحبت، این همه بهبه و چهچه راجع به استیو جابز، اما رهبری و طرز تفکر استیو جابز به چه شکل بود؟ مردی بین ستایش و نفرت. استیو جابز کسی بود که میتونست بهت بگه آقا این مورد مزخرفه، این مورد نه نمیخوامش، این مورد نه اصلا به هیچ عنوان، و 2 روز بعد بیاد به همون ایده ها بگه که این دقیقاً همون چیزیه که میخواستیم. یکی از کارمنده اوپل خیلی خوبه، درستش همینه، اوپل کاملا منطقیه. یکی از کارمنده اپل گفته بود کار کردن با جابز یا بهترین چیزیه که برات پیش میاد یا تبدیل میشه به بدترین کابوست. جانی آیو یکی از خلاقای برتر، یا میتونیم بگیم یکی از افرادی که من اولین جایی که شناختمش تو معرفی کردن آیفون ایکس بود که اومد در رابطه با طراحی و دیزاینش صحبت کرد که از اون موقع بعد وقتی راجبش تحقیق کردم به معنای واقعی خدای من. جانی آیو میاد میگه که استیو کاری میکرد که واقعا بخوای چیزی خارق‌العاده بسازی. این آدم داشت تا سال 2011
دنیا رو تو دست خودش میگرفت و روش تسلط کامل داشت. اما این قسمت قصه ما باعث یک خاموشی آروم، یک شعله درخشان شد. استارتش شروع میشه از سال 2003. سرطانی که استیو جابز داشت، ولی استیو جابز در مقابلش مقاومت میکرد تا زمانی که سال 2011 سر کار بود تو سخنرانی استنفوردش که آخرین گفتار و اصطلاحاً آخرین پرواز کلماتش بود. زمان شما محدوده، پس اونو برای زندگی دیگران هدر ندین. 5 اکتبر 2011 جهان یک نوآور، یک رویا پرداز و یه دیوونه عاشق کیفیت رو از دست داد. استیو جابز 5 اکتبر سال 2011 از دنیا رفت. و اما میراثی که باقی موند، جاپای جابز توی جهان. امروزه حتی اگه آیفون هم نداشته باشی، باز هم از چیزایی استفاده میکنی که تحت تاثیر ذهنیت استیو جابزه. از فونت ها گرفته تا UI و UX اپلیکیشن ها، حتی طرز فکر استارتاپ های دنیا. استیو جابز نشون داد که تکنولوژی فقط ماشین نیست. تکنولوژی میتونه احساس داشته باشه. پایان داشت، اما نه به معنای واقعی. و این پایان قصه استیو جابز نبود. این فقط تو شروع الهامیه که همه میتونن ازش انگیزه بگیرن. این بود از داستان جناب آقای استیو جابز، کسی که به معنای واقعی دنیا رو دیگرگون کرد. ولی با توجه به ایده و خلاقیت و ذهنیتی که این شخص اومده داشته و حالا با توجه به آخرین سخنرانی که داشته، تا حدودی من باهاش مخالفم. بذاری من نقل قول خودم بگم، چون هدف من از ساختن این پادکست این بوده که آقا مواردی که داخل ذهنم بوده رو بیام با شما به اشتراک بذارم. حرفی که اومده استیو جابز گفته، زمان شما محدوده، پس اونو برای زندگی دیگران هدر ندین. نه، من با این مورد تا حدودی مخالفم. درست، زمان ما بسیار محدوده و این خود ماییم که کنترل میکنیم که اون رو چطوری زندگی بکنیم و این دست خود ماست. ما میتونیم خیلی راحت این زندگی رو بذاریم بره و یا کاملا بهینه، کاملا بالانس شده بتونیم از این زندگی لذتمون رو ببریم. به وقتش با دوستا، آشنا و کسایی که به شدت دوستشون داریم وقت بگذرونیم و در حین حال واسه اینکه اون بالانس رعایت بشه یه تایمی هم برای خودمون بذاریم و برای پیشرفت خودمون. بعضی جاها هم حتی به نظر من اون فداکاری هم لازمه که بخواد پیش بیاد، که بخوای از یک موردش یکی از موارد بزنی تا بتونی اون یکی رو تقویت بکنی. در رابطه با این موارد بیشتر صحبت خواهیم کرد. این فقط استارت ماجراه که از پنثینگز من اومدم بسازمش و گسترشش بدم. خیلی ممنونم که تا به اینجای کار با ما همراه بودین. این بود از قصه استیو جابز. خیلی ممنون که با من بودین و هستین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد دکمه لایک رو حتما بزنین. چنل ما رو حتما سابسکرایب داشته باشین. اگه نقد و نظری هست حتما داخل کامنت ها بنویسین، میخونمشون و جوابم میدم. حتما خیالتون راحت باشه، جواب هم میدم. و اگه موارد دیگه هم داخل چنل بود که دیدین و دوست داشتین اون رو هم لایک بکنین، نظرتون هم داخل کامنت ها واسمون بنویسین. پیج اینستاگرام ما هم panthingspod هست، میتونین داخل اونجا اخبار و مواردی که اعلام میکنیم که
پادکست آماده شده، میتونین بریم ببینین و تیک های کوچیکی از پادکست رو هم داخل پیج اینستاگراممون گذاشتیم، میتونین بریم ببینین، واسه دوستاتون بفرستین، اطلاع بدین که پنتینگز پادکست هم هست. اگه 5 دقیقه هم بتونین وقت بذارین و گوش بدین، یک دنیا واسه من میارزه. ممنونم از همگی، شب و روزتون خوش. من آریان هستم و اینجا پادکست پنتینگز. یادتون نره متفاوت فکر